کارهای یک هنرمند نقاش ایرانی به نام قاسم روزخوش که 2 دهه است به فرانسه مهاجرت کرده با استقبال فرانسویان روبرو شده. محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس در گفتگویی با وی گزارشی فراهم آورده است که با هم می‌بینیم. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. محله مومارت در پاریس محله هنرمندان و نقاشانی از سراسر جهان است. گفتگوی هنر و هنرمندان در این محله بین المللی است. قاسم روزخوش یک ایرانی است که به محض ورودش به فرانسه خانه‌اش را یافت و حالا درب آن را به روی همه علاقمندان هنرش باز می‌گذارد. در جبهه جنگ در شلمچه، فاو و آبادان بوده و اولین تابلویش را که به ما شرح می‌دهد در بازگشت به ذهن او در همین دوران است. این تابلویی که الان می‌بینیم خاطره داشتم که از توی عقبه یه ماشین تویوتا بودم، داشتم از جبهه می‌اومدم تو مقرمون و ساعت 5-6 بعد از ظهر بود، آفتاب دیگه اومده بود پایین. یه صحنه خیلی خیلی غم انگیز بود چون درخت‌ها تمام به سر نخلا قطع شده بود، خونه‌ها ویران شده بود. اینا شهر جنگ میدونه که چجوریه. بعد آسمون قرمز بود، آسمون آبی نبود. بعد این تابلو الهام گرفته از اونه و همینطور که داشتم به آسمون نگاه می‌کردم تو عقب تویوتا نشسته بودیم با هموطنان سربازای دیگه، داشتیم می‌رفتیم، به خودم هزار سوال می‌کردم که چرا انسان‌ها با چه قیمت چرا این کارا رو دارن انجام میدن. اگه یه روزی درخت رو شروع کنن به حرف زدن چی میگن؟ اگر یه روز زمین شروع کنه به صحبت کردن چی میگن به انسان‌ها؟ و این تابلو برام یه صحنه مثل دنیا راکت شده بود. یعنی یه زمان جنگ ولی یه سکوت مطلق حاکم بود، یه فشار مثل از آسمون فشار میاد به آدم. قاسم روزخوش عکس‌های یادگاریش را گرداگرد محل کارش قرار داده است. پدر و مادری که او را تا غربت بدرقه کردند، فرح پهلوی که هنر او را ستود و آینده موفقی برای کارش پیش بینی کرد، جان مکنرو، یانیک نوآ و منصور بهرامی، 3 قهرمان جهان تنیس و بالاخره نشریات فارسی و فرانسه زبان که به نقد کارهایش پرداختند. میگوید 37 تابلو از ایران به یادگار آورده است. پرسیدیم امروز از ایران نقاشی میکنید یا برای ایران؟ قلم و رنگ شما حکایت کدام تصاویر است؟ رنگ قرمز برام نشون دهنده زندگی، اون خونی که مادرم از موقعی که در تولد به اون داده، اون زندگی و رنگ برام اینه. ولی اینقدر خشونت تو جامعه وجود داره که آنالیز این رنگ خونه و سفیدی یه احساسه، یه احساس خوبه، صلح یه احساسه که درونش آبی آسمان در کارهای شما مخفی. این آبی آسمان برای من اکسیژنه، این اکسیژنه که دوست دارم بعد بیارم برای هیچ وقت نگفته بودن، اینجا سورپرایز شدم. اینا نمیخواستم بگم 4مین رنگی که میارم چیه و چه آنالیزی دارم روش بهش ولی 4مین رنگ رو بعد میارم و آسمانی که شما میگید آبی، من قرمز دیده میشه. پس بازم 3 رنگ. بازم 3 رنگه و سیاهی برام جاهلیته که حاکم بر جوامع امروز. هیچ کشوری رو، هیچ مذهبی رو، هیچ دینی رو نمیخوام زیر سوال ببرم. ایران مثل یه ترنیه که لوکوموتیوه، یه قطاریه که میاد دنبالتونه و این یه زندگیه. ایران کشورمه، زندگیمه، وجدانمه، همه چیمه. بعد و امروز هم از با که ایران نبودم 20 سال، ولی امروز سعی کردم همیشه بهتر نفع ایرانو انتقال بدم و معرفی کنم. این تابلو 11 سپتامبر نشون میده و
از لحاظ هنری همیشه سعی کردم نقاشیام جوری باشه که از مرزها عبور کنه، از ملت‌ها عبور کنه، از زمان عبور کنه. هنر به نظر من هنر باید عکس العمل انسان‌ها رو نشون بده و هدفم همیشه این بوده و با وجود که ایرانی هستم همیشه سعی کردم ایرانی هم میتونه پیکاسو باشه، میتونه دالی باشه. درباره کار و شخصیت قاسم روزخوش پرسش این است که هنر و یا هنرمند کدام یک آن دیگری را میسازد. پاریس، خبرها و نظرها، محمد رضا شاهید.